زیر درخت گردو تو باغ عمو اندرسون. قسمت سوم. کاف صنعتی اشتهار با بیش از 45 سال سابقه در پخش دانه تمام اتوماتیک و نیمه اتوماتیک شما را به شنیدن این پادکست دعوت می‌کند. نخستین برف سنگین در نوامبر باریدن گرفت. در همان ساعت ابتدایی تمامی دشت‌ها، باغات و درختان و خانه‌های الموند و خاوه پوشیده از برف شد. از دودکش کلبه چوبی عمو احمد دود بلند بود و نور زرد چراغ‌های روشن درون خانه از بیرون پنجره دیده می‌شد. سقف شیروانی پوشیده از قطر ضخیم برف بود. سگ سرابی ناشناسی کنار یکی از درختان گردوی عمو احمد خودش را از سرما زیر برف جمع کرده بود و چشمان نیمه بازش خیره به نقطه‌ای نامعلوم بود و در حالی که بخار نفسهاش در هوا پخش می‌شد بیشتر و بیشتر زیر برف پنهان می‌شد. توی کلبه چوبی عمو احمد، دایی خسرو، عمو راجرز، عمو اندرسون، عمو گواردیولا و عمه دیانا جمع شده بودند و فقط فرگوسن بود که دیر کرده بود. دایی خاویر گفت که اگر صلاح می‌دانید من توییتای تاندرای مدل 2023 ام رو آتیش کنم و دنبالش برم. عمو راجرز نگاهی به ساعت پاندولی روی دیوار کرد و گفت کمی دیگر هم صبر میکن. اگر نیامد من هم بنز GLS 500 مدل 2023 هم رو روشن میکنم و با هم میریم دنبالش. عمو گواردیولا هم که تازه از نورآباد ممسنی برگشته بود گفت اگر اینطور باشه من هم BMW X7 مدل 2021 هم رو روشن میکنم و با هم میرویم. دایی خسرو گفت این فکر بهتری است. برف زیادی باریده و بوران در سر الموند و خاوه بیداد می کند. اگر توی راه ماندی خوب است برای کمک کسی همراهت داشته باشی. خاله شهین که با پارچه کهنه داشت بخار پنجره ها رو پاک می کرد شبح کسی رو دید که با فانوسی در دست راه خود رو در میون برف ها باز می کنه و به سمت کلبه میاد. گفت فکر کنم فرگوسن دست پاک است. همگی با خوشحالی به درب کلبه چشم دوختند. درب کلبه به آرامی باز شد و مردی داخل آمد. وقتی بالا پوش و بارانی، اوورکوت و پالتو، سرپوش و شالگردنش رو باز کرد تازه فهمیدن که عمو احمده. عمو احمد ساعتی پیش
یک سر به انبار توی باغ رفته بود تا مقداری زغال لیموی درجه 1 و قدری خاروبار و سوسیس های خانگی که خودش عمل می آورد و برای گذران یک روز آرام برفی به کلبه بیاره. اما اندرسون در حالی که به کنار شومینه لم داده بود و داشت جرعه‌ای از قهوه صنعتیش می نوشید، اشاره‌ای به خاله ربکا کرد و گفت که برای عمو احمد هم نوشیدنی گرم بیاره. اما اندرسون گفت احمد جان تو نگرانم. این فرگوسن از هفته پیش تا الان پیداش نشده. قرار بود بیاد سهمیه ماشکش رو از تو انباری من ورداره، اما از سوسیس هفته قبل که با هم خوردیم تا امروز من فرگوسن رو ندیدم. اما احمد سرش رو پایین انداخت و در حالی که دستکش های چرمی و یخزده‌اش رو به آرامی بیرون می آورد گفت درسته، من هم دیگه ندیدمش و جز چند تا تلفن بیمورد و اشتباهی تماس دیگری نداشتم. اگر فرگوسن نیومد چی؟ سکوتی جمع را فرا گرفت و دایی خاویر تشنج کرد. اما گواردیولا با صدای گرفته از چای نبات غلیظ گفت خودم میرم دنبالش. خاله ربکا در حالی که لیوان قهوه صنعتی رو جلوی عمو احمد روی میز چوبی ساخت کارگاه آقا گودرز چرتوب چلاکی میگذاشت گفت اگه تو هم رفتی و برنگشته چی؟ میبینی چه برفی داره میاد؟ اما اندرسون که داشت با گردوهایش بازی میکرد از گربه شرودینگر پرسید که تو فکری نداری گربه؟ گربه شرودینگر گفت در وقتی که آن سگ سرابی بیرون کلبه است من با کسی صحبتی ندارم. اما راجرز با خوشحالی گفت سگ سرابی؟ اما احمد دستش را توی جیب مخفی چیزش کرد و چاقوی چوپانی اصل زنجانش را در آورد و شروع کرد به جدا کردن تویوب‌های سوسیس از همدیگر. حال شهین که هنوز داشت بخار پنجره ها را پاک می کرد یواشکی چوسید. اما جانت که بو به مشامش رسید گفت فکر کنم آش شلغم و چدن ما آماده است. هنوز منتظر فرگوسن بمانیم یا؟ اما احمد نگاهی به عمو راجرز انداخت و در حالی که تویوب‌های خالی را در هوا تکان میداد گفت اگر فرگوسن نیومد من همه اینا رو از چشم تو و خسرو میبینم. عمو راجرز نگاهی به دایی خسرو کرد. دایی خسرو از پای منقل بلند شد و به سمت پنجره رفت. راجرز گفت من دیشب درست نخوابیدم. با اجازه بعد از صرف قهوه برم طبقه بالا و اندک چرتی بزنم. عمو گواردیولا هم کاسه دیگر آش خورد و با جمع دوستان خداحافظی کرد و گفت فرگوسن رو در وقتی دیگر ملاقات خواهم کرد. بروم خانه. آنتوان ساعتی دیگر می آید تا دستی بر پکیجم بکشد. از دیروز است که آب گرم نداریم. دایی خسرو و عمو راجرز در لحظاتی سرشار از شادی و آرامش برف سفید و زیبا که سراسر الموند رو فرا گرفته بود تماشا می کردند. چند ساعتی گذشت اما هنوز هم خبری از فرگوسن دست پاک نبود. اما احمد گفت صدای این سرابی از سر صبح داره میاد.
اما این زبون بسته چرا الان داره پشت سر هم پارس میکنه؟ خسرو، تو که اذیتش نکردی؟ دایی خسرو گفت به جان عمو فقط از سر صبح بهش تلیت آبگوش دادم. البته مقداری ماکارونی هم درون یخچالت بود که اون را هم ضمیمه غذاش کرد. احتمال دارد که معده‌اش به هم ریخته باشد. اما اندرسون بعد از صرف قهوه پریمیوم بلند دانه بلند اشتهار، گیتار آکوستیکی که از پدرش بهش به ارث رسیده بود رو برداشت و شروع به نواختن کرد. خاله ربکا که علاقهش به فرگوسن از هیچ کس پوشیده نبود، همراه با اندرسون شروع به خواندن ترانه‌ای در فراق فرگوسن کرد. همه در زیر آسمان، ستاره های کوچک آنجا نشستند. همه در زیر آسمان، ستاره های کوچک آنجا نشستند. هرگز نمیتوانم داشته باشم عزیزی را که دوستش دارم. فرگوسن، من از تو چه دور افتادم. فرگوسن، قدری به فکر من هم باش. فرگوسن، من از تو چه دور افتادم. فرگوسن، به یاد من هم باش. و این ترانه را اندوه نامگذاری می کنم. آی فرگوسن عزیز. قسمت سوم پادکست زیر درخت گردو تو باغ عمو اندرسون به پایان رسید. همراه ما باشید تا ماجرای فرگوسن رو در هفته بعد دنبال کنیم. بر اساس آمارهای سازمان جهانی در سالهای اخیر مهاجرت از شهر به روستا به شدت افزایش یافته، مخصوصاً بعد از پاندمی اخیر که بسیاری تصمیم گرفتن زندگیشون رو توی شهرها رها بکنن و به روستاها پناه ببرن. خب عوامل زیادی دست در دست هم داده تا این اتفاق انجام بشه، مثل هزینه‌های کمتر زندگی، کیفیت زندگی بهتر در روستا و احساس امنیتی که در روستا می‌کنیم.
همچنین پیدا کردن دوستانی چون عمو اندرسون یا عمو راجرز. اینجاست که املاک لوکس دهکده به کمک شما میاد. املاک لوکس دهکده با مدیریت طهمورث سنجابی آماده است تا شما را در این مسیر مهاجرت همراهی بکنید. املاک لوکس دهکده آماده ارائه خدمات به تمامی عزیزانی که قصد دارند به سرزمین‌های الموند و آلاسکای مرکزی مهاجرت بکنند. آدرس شعبه مرکزیشون هم خیلی سرراسته: انکورج، بولوار بنسون، 101 غربی، خیابون یاسمن، کوچه عقاقی، نقش گل ارکیده. بنده خودم افتخار آشنایی با جناب طهمورث رو نزدیک 15 سال میشه که دارم، از سنجابی های خوب روزگاره و مطمئن باشید که هر کاری از دستش بر بیاد برای شما انجام میده. تیم املاک لوکس دهکده با مدیریت جناب طهمورث سنجابی یک پیشنهاد ویژه‌ای هم برای شنوندگان پادکست کافه صنعتی داره و اون همینه که با خرید هر خونه از املاک لوکس دهکده شما تا 2 سال از خریدن زغال لیمو بی نیاز میشید و اونها شما رو تا 2 سال تأمین میکنن. پس چی شد؟ انکورج، بنسون بولوار، 101 غربی، خیابان یاسمن، کوچه عقاقی، نبش گل ارکیده. املاک لوکس دهکده. همراهان عزیز پادکست کافه صنعتی، شما میتونید ماجراهای زیر درخت گردو تو باغ عمو اندرسون رو از گوگل پادکست و اسپاتیفای دنبال کنید.